سلام دوست من، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشی. من آرزو دهش هستم و همونطور که میدونی اینجا کانال آموزشی دیتا ساینس لنده. اگر هنوز کانالمون رو سابسکرایب نکردی ممنون میشم که سابسکرایب بکنی و اون دکمه زنگوله کنارش رو هم بزنی و روی آل بذاری تا ویدیوهامون رو از دست ندی. توی ویدیوی امروز صرفا میخوایم با همدیگه یک سری مثال رو در رابطه با حلقه فور بررسی بکنیم. تفاوتش با ویدیوهای قبلیمون چی هستش؟ این بار قراره بیایم روی دیتا تایپ های ایتریبل دیگه‌ای که داشتیم مثال هامون رو بزنیم، یعنی روی تاپل ها، روی دیکشنری ها و حتی یه سری نکته رو هم راجع به ست ها با هم بررسی بکنیم. همونطور که خاطرتون هست توی ویدیوهای گذشته عموم مثال هایی رو که با هم بررسی کردیم در رابطه با چی بودن؟ در رابطه با لیست هامون بودن. این بار دیگه در رابطه با لیست ها مثالی نداریم و قرار هستش بریم سراغ سه تا دیتا تایپی که بهتون گفتم. خب بریم با هم شروع بکنیم. اول قرار هستش که بیایم حلقه فور رو برای تاپل با هم دیگه بررسی بکنیم. اگر که ویدیوی تاپل ها رو ندیدین حتما یه سر به ویدیوی تاپل ها بزنین. اونجا به صورت کامل براتون توضیح دادم که تاپل چیه، چه نکاتی داره و چطور تعریف میشه. خیلی خب بیاین اینجا. ما اینجا یک تاپل تعریف کردیم به نام سیتیز و تعداد شهر رو درون این تاپل قرار دادیم. درسته؟ حالا میخوایم با هم بررسی کنیم ببینیم چطور میتونیم حلقه فور رو برای تاپلمون داشته باشیم. این سینتکس رو نگاه بکنید. ببینید مثل قبل من از کلمه کلیدی فور استفاده میکنم. اینجا یک متغیری دارم که قرار هستش برای من پیمایش رو انجام بده. میتونه اسمش هر چیزی باشه. مثل تمام مثال هایی که تا به اینجا داشتیم ما مجدد اسم X رو براش در نظر گرفتیم و اینجا کلمه کلیدی این رو داریم و اسم تاپلمون. خب با هم بررسی کنیم ببینیم چی داره میگه. داره میگه برای هر آیتمی در تاپل سیتیز بیا اون رو برای من پرینتش بکن. همونطور که داری اینجا میبینی داره تک به تک آیتم های تاپل سیتیز رو برامون پرینتش میکنه. خیلی خب بیاین اینجا ببینید بچه ها، من اومدم و خواستم بیام چیکار کنم با استفاده از تابع رنج و با استفاده از اندیس ها، چون ما گفتیم توی تاپل ها هم میتونیم از اندیس ها استفاده بکنیم و با کمک اندیس ها به آیتم های تاپلمون دسترسی داشته باشیم. خب میخوایم با استفاده از تابع رنج و با استفاده از اندیس ها بیایم و حلقه فورمون رو بنویسیم. خب این اینجا داریم صرفا برای اینکه بدونی به چه صورتی هستش خروجی ما. ببین من لن سیتیز رو گرفتم از اونجایی که 6 تا شهر داخلش دارم. ببین 6 تا شهر داخلش دارم. من زمانی که تابع رنج رو صدا میزنم میاد چیکار میکنه؟ یک دنباله عددی از 0 تا 5 رو برای ما در نظر میگیره. چرا 6 نیست؟ گفتیم هر وقت از تابع رنج استفاده میکنیم و یک عددی رو بهش پاس میدیم تا یکی قبلش رو به عنوان به صورت یک دنباله عددی برامون لحاظ میکنه. اینجا هم دقیقاً همین هستش. یعنی خروجی رنج لن سیتیز به این صورت هستش انگار من بگم رنج 6. چرا؟ چون لن سیتیز ما 6 هستش. طول اون تاپل ما چنده؟ 6. چون که 6 تا عنصر داخلش داریم و این آیتمی که اینجا هستش بچه‌ها انگار که من بیام چیکار کنم؟ انگار من بیام اینجا بنویسم چی؟ بنویسم رنج 6. دقیقاً یکی هستن. درست شد؟ خیلی خوب میایم اینجا و میگیم که چی؟ میگیم که میخوایم برای ما شروع کنه پیمایش کردن و این بار من میخوام با کمک اندیس هامون بیام به آیتم های تاپلم دسترسی داشته باشم، بهشون بررسیشون بکنم، بهشون دسترسی داشته باشم و شروع کنم یک شرطی رو روشون چک بکنم. بیایم با هم ببینیم که داره چی بهمون میگه. داره میگه برای هر اندیسی در این دنباله عددی. چرا اینجا دارم میگم اندیس و نمیگم آیتم؟ چون که اینجا یک دنباله عددی دارم. درست شد؟ و قرار هستش با کمک اندیس هام کار بکنم. ببینید بچه ها این متغیر اسمش هر چیزی میتونه باشه. این شمارنده‌ای که اینجا در نظر گرفتم هر چیزی میتونه باشه. A, B, C نمیدونم I, X هر چیزی که دوست داری میتونی براش در نظر بگیری و اینجا لحاظش بکنی. خیلی خوب من گفتم اینجا برای هر آی در این دنباله عددی، یعنی در دنباله عددی 0 1 2 3 4 و 5 بیا چیکار بکن؟ بیا این شرط رو چک کن. شرط هم چیه؟
گفتم اگر طول اون رشته مورد نظر بیشتر از 5 تا بود اونو پرینتش بکن. یعنی چی؟ یعنی چی طول رشته مورد نظر؟ ببین زمانی که من دارم اینو چاپ میکنم، بذار اول من یه خروجی اینجا برات بگیرم که اینو ببینی منظور من چی هستش بدون ایف. من بیام اینجا خروجی رو برات داشته باشم و اینو در نظرش بگیریم. بزنین یکی بیم عقب. ببین زمانی که دارم میگم برای هر آی توی این دنباله عددی بیا سیتیز آی رو چاپ بکن، قراره چه کاری انجام بده؟ قراره بیا تک به تک آیتم های تاپلم رو چاپ بکنه. خب حالا من میخوام بیام شرط بذارم، میگم آقا اونایی رو برای من پرینت بکن، اونایی رو برای من برگردون، اون شهرایی رو برای من برگردون که طولشون چی باشه؟ بیشتر از 5 باشه. یعنی تعداد کاراکترهای درون اون شهر بیشتر از 5 تا باشه. ببین لن اصفهان رو اگر بخواد بگیره بیا تعداد کاراکترهاشو میشماره دیگه. ببین 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا و 7 تا 7 تا کاراکتر داره اصفهان. درست شد؟ پس میاد چیکار میکنه؟ اینو برای من چاپ میکنه. یعنی این توی این شرطه صدق میکنه. فهمیدی منظورم چی هستش؟ این شرطی که اینجا گذاشتم میاد تعداد کاراکترهای آیتم شما رو، یعنی تعداد کاراکترهای شرط رو چک میکنه. اگر اون تعداد اون طول بیشتر از 5 بود پرینتش میکنه. خب بیایم اینجا. ببین اومده اول اصفهان رو چک کرده، گفته آیا تعداد کاراکترهایی که اصفهان داره، آیا لن اصفهان بیشتر از 5؟ صدق کرده، پس اصفهان رو پرینتش کرده. بعد اومده سراغ تهران. تهران 6 تا کاراکتر داره، طول 6. تهران رو هم چیکار کرده؟ پرینت کرده. اومده سراغ شیراز. شیراز هم طول 6 چون که 6 تا کاراکتر داره، پس شیراز رو هم چیکار کرده؟ اینجا برای ما پرینت کرده. چرخیده رفته سراغ آیتم بعدی. آیتم بعدی رشته. بچه‌ها رشت چند تا کاراکتر داره؟ 5 تا کاراکتر داره. چون شرط من اینجا بزرگتر از 5 هستش، پس توی این شرط صدق نمیکنه و پرینتش نمیکنه. میریم سراغ آیتم بعدی. آیتم بعدی سمنانه. شهر بعدی سمنانه و سمنان هم 6 تا کاراکتر داره، طول 6، پس در نتیجه پرینتش میکنه. و آخرین آیتمی که داخل تاپلمون وجود داره اهوازه. اهواز هم تعداد کاراکترهاش 5 تاست، چون بزرگتر از 5 نیست پرینت نمیشه. به همین سادگی دیدی که چطور تونستیم بیایم فور رو برای تاپلمون داشته باشیم و حتی یک شرطی رو هم روش چک بکنیم. ببینید بچه‌ها شما هم میتونید مستقیم به آیتم های تاپلتون دسترسی داشته باشین و یک فوری به این صورت داشته باشین و چکش بکنین. هم این که میتونین بیاین چیکار کنین؟ با استفاده از اندیس هر کدوم از آیتم های تاپلتون بهش دسترسی داشته باشین، یک شرطی رو مثلا روش چک کنین و هر کاری که دلتون خواست انجام بدین. دستتون کامل بازه. بستگی به این داره که صورت مسئله شما چیه و شما قراره چه مسئله‌ای رو حل بکنید و چه کاری قراره انجام بدید. خب تا اینجا که نکته خاصی نداشتیم، صرفا همون نکات قبلی بود که توی ویدیوهای قبلی گفته بودیم در رابطه با لیست ها، ولی نو دادمون اینجا به جای لیست چی بود؟ تاپل بود. بریم سراغ دیکشنری. این بار میخوام حلقه فور رو برای دیتا تایپ دیکشنری بررسیش بکنم و با هم بریم چک کنیم ببینیم چطوری میتونیم به آیتم هامون دسترسی داشته باشیم، چی کار میتونیم بکنیم و به چه صورتی هستش. خیلی خب، ما اینجا یک دیکشنری تعریف کردیم، دیکشنری استودنت. مشخصات یک دانشجو رو توش لحاظ کردیم. گفتیم که دیکشنری ها به صورت چی هستن؟ به صورت کلید مقداری نوشته میشن. اگر ویدیوی دیکشنری رو ندیدین حتما برین بهش سر بزنین. توی ویدیوهای مختص به دیکشنری به صورت کامل توضیح دادم که دیکشنری چیه، چطور تعریف میشه و چه نکاتی داره. خیلی خب، من اینجا یک دیکشنری برای یک دانشجو تعریف کردم. میبینید که چند تا آیتم داره؟ 5 تا آیتم داره. زوجهای کلید مقداری داریم و حالا قرار هستش با کمک حلقه فور بریم دیکشنری استودنت رو پیمایشش بکنیم. خب اول من میام به این صورت میگم که چی؟ میگم برای هر ایکسی داخل دیکشنری استودنت بیا ایکس رو پرینت بکن. میخوام ببینم این ایکس چی هستش، چی بهم میده. چون ببین من الان اینجا زوجهای کلید مقداری دارم. آیا این ایکس داره به کلیدها اشاره میکنه؟ آیا داره به مقدارها اشاره میکنه؟ آیا داره به آیتم ها اشاره میکنه؟ میخوام ببینم به چی داره اشاره میکنه. خب پس
توی فور اول میخوایم با هم بررسی کنیم ببینیم این ایکسه زمانی که من نمیگم کلید مقدار آیتمه، زمانی که این رو مشخص نمیکنم داره برای من چی رو پرینت میکنه که دستم بیاد چطوری قراره پیمایش رو انجام بدم. اینجا رو نگاه بکن. گفتم برای هر ایکسی در استودنت، در دیکشنری استودنت، ایکس رو برای من چیکار کن؟ پرینت بکن. چی رو پرینت کرده بچه ها اینجا؟ دارید میبینید کلیدها رو برام پرینت کرده. name, age, is a student, city و grade. پس اگر من به این صورت حلقه فورم رو بنویسم داره به چی دسترسی پیدا میکنه؟ داره به کلیدهام دسترسی پیدا میکنه. درست شد؟ و من میتونم با استفاده از این کلیدها بیام چیکار کنم؟ مقادیرم رو برگردونم. چطوری؟ به این صورت. اینجا رو نگاه بکن. میام میگم برای هر ایکسی در دیکشنری استودنت برای من چیکار کن؟ استودنت ایکس رو پرینتش بکن. یادت هست که ما گفتیم توی دیکشنری ها چون که اینجا داریم کلیدهاش رو تعریف میکنیم با استفاده از این کلیدها میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم و مثل تاپل ها یا لیست هامون نمیایم با اندیس بهش دسترسی داشته باشیم ها. حواستون به این نکته باشه. خب من اینجا اومدم کلیدهامو واکشی کردم، یعنی این آیتم، این فوری که اینجا نوشتم داره چیکار میکنه؟ میگه برای هر کلیدی توی دیکشنری استودنت بیا چیکار کن؟ بیا استودنت اون کلید رو برای من پرینت بکن. خب استودنت نیم چی میشه؟ استودنت نیم یعنی میگه برو توی دیکشنری استودنت اونجایی که کلیدم نیم هستش ولیوش رو برگردون. ولیوش چیه؟ آرامه. درست شد؟ آرامو داره برای من چاپ میکنه. دوباره آیتم بعدی همینطور. ببین اینا کلیدام بودن دیگه. میاد میگه برای آیتم بعدی میگه برو استودنت ایج رو برگردون. 25 رو برمیگردونه. توی دوره بعدی که میچرخه و پیمایش میشه میگه برو استودنت ایز استودنت رو برگردون. کلید ایز استودنت چی رو برمیگردونه؟ تورو رو باید چاپ کنه. اینجا رو ببینید تورو رو چاپ کرده و به همین صورت پیمایش رو انجام میده و مقادیر رو برای من به راحتی چاپ میکنه. درست شد تا اینجا؟ خیلی خب، پس این نکته رو یاد گرفتین و متوجه شدین که من به چه صورتی میتونم کلیدهامو داشته باشم و به چه صورتی میتونم با استفاده از کلیدهایی که دارم مقادیرم رو واکشی بکنم و پرینتشون بکنم. حالا بچه ها من توی دیکشنری هام یک سری ولیو دارم، یک سری کلید دارم و یک سری آیتم دارم. با استفاده از متد هایی که وجود داره میتونم صرفا روی همون آیتم ها، صرفا روی همون چیزهایی که مورد نظرم هستش پیمایشم رو انجام بدم. ببین اگر من بیام حلقه فورم رو به این صورت تغییر بدم میاد چیکار میکنه؟ میاد صرفا روی ولیو ها برای من پیمایش انجام میده. ولیو ها کجا بودن؟ کدوما بودن؟ برگردیم اینجا. ببین این آیتمم بود. درست شد؟ زوج کلید مقداریم یعنی تمام این آیتمم بود. این بخش اول قبل از کالن کلیدم بود. بخش دوم بعد از کالن ولیو من بود. خب وقتی که من میام اینجا میگم که برو چیکار کن؟ برو پیمایش رو توی student.values انجام بده، یعنی میخوام پیمایش توی مقادیر اتفاق بیفته. یعنی میخوام شما روی مقادیر شروع بکنی عملیات رو انجام دادن. پس حلقه به این صورت تغییر میکنه اون تفسیرش. میگیم که چی؟ میگیم برای هر ایکسی توی ولیوهای دیکشنری استودنت بیا ایکس رو پرینت بکن. درست شد؟ چون که من اینجا نیومدم بگم این استودنت، گفتم چی؟ گفتم پیمایش رو در student.values انجام بده. خب پس اینجا برای من ولیوها یا مقادیر رو پرینت میکنه. خب این تا اینجا. حالا من میتونم چیکار کنم؟ میتونم صرفاً روی کلیدها پیمایش رو انجام بدم و بیام از متد دات کیز استفاده بکنم. ببینید بچه ها یه نکته، خروجی این حالت، بذار من اینو اینجا بذارمش، برگردونم اینو
عقب. ببین خروجی این دوتا یکیه، یعنی من چه بیام بگم برای هر ایکسی در دیکشنری استودنت پرینت کن اون ایکس رو، این داره کلیدها رو برمیگردونه برای من. خب چه بیام بگم برای هر ایکسی در student.keys پرینت کن x رو، این هم برای من چیکار میکنه؟ کلیدها رو برمیگردونه. شما از هر کدوم این دوتا که خواستی میتونی استفاده بکنی. خروجی جفتشون یکی هستش، هر دوتاشون برای شما پیمایش رو روی کلیدهای دیکشنری انجام میدن. خب صرفا اینجا این نکته رو آوردم که بدونی میتونی با کمک متد کیز به کلیدهای دیکشنری دسترسی داشته باشی و نکتهش رو بدونی. درست شد؟ بریم سراغ مثال بعدی. اگر که من خواستم روی آیتم هام دسترسی داشته باشم، روی آیتم هام پیمایش بکنم، چی کار کنم؟ شاید این سوال برات پیش بیاد. بگی خب شما کلیدا رو چاپ کردی، با کمک کلیدا ولیو ها رو چاپ کردی، یه دور رفتی از متد ولیوز استفاده کردی، ولیو ها رو چاپ کردی. حالا آقا اگه من خواستم صرفا خود آیتم هام یعنی زوج های کلید مقداریمو داشته باشم، چی کار کنم؟ اینجا شما میتونی بیای چیکار کنی؟ از متد آیتمز استفاده بکنی. خب این بار باید 2 تا متغیر رو بهش پاس بدی. متغیر اول که داری پاس میدی برای کلیدته، متغیر دومی که داری پاس میدی برای ولیوته. چرا اینجوریه؟ چون که گفتیم هر کدوم از آیتم های دیکشنریمون از زوج کلید مقداری تشکیل شده. صرفاً توی این مثال و توی این حالت، یعنی زمانی که من میخوام به آیتم هام دسترسی داشته باشم، باید اینجا 2 تا متغیر رو لحاظ کنم، چون خروجی من زوجیه. خروجی من 2 تاست بچه ها، هم کلیده هم مقداره. شما میتونی هر جفتش رو داشته باشی، میتونی یکیشو در نظر بگیری یکیشو در نظر نگیری. من اینجا این مثال رو برات آوردم که بدونی چطور میتونم به هر جفتش دسترسی داشته باشم. بیام بگم برای هر x و y که هر یعنی چی؟ یعنی برای هر کلید و مقداری در چی؟ در student.items که قرار هستش زوجهای کلید مقداری رو برگردونه. بیا پرینت بکن، کلید رو بذار، این رشته رو چاپ بکن و در نهایت ولیو رو پرینت بکن که داری خروجی رو اینجا میبینی. ببین خروجی student.items یک زوج کلید مقداریه. به خاطر همین من اینجا 2 تا متغیر در نظر گرفتم. حالا شما ممکنه بگی چی؟ ممکنه بگی آقا من هر جفت اینو نمیخوام. خب یعنی به این صورت ممکنه بخوایش. ممکنه بگی من هر جفت اینو نمیخوام، مثلا میخوام از آیتم بیام چیکار کنم؟ صرفاً بذار من اینو کامنتش کنم، صرفا کلیدش رو برگردونم که داشتیم قبلا چطوری میمدیم کلید رو برمیگردوندیم. ببین من اینو کاتش میکنم، اینجا دارم میگم برای هر x و این آیتم این علامت آندرسکوری که میذارم، یعنی برام مهم نیست که چی قرار خروجی بشه، قرار نیست ذخیره بکنم مقدار ولیو رو. برای هر زوجی که به این صورته که من صرفا آیتم اول یعنی کلیدش برام مهمه، بیا چیکار کن؟ اونو برام پرینت بکن. چه کاری انجام میده؟ چه اتفاقی میفته؟ صرفا میاد کلیدها رو چاپ میکنه. خب یعنی دیدی تو با استفاده از student.items و زمانی که داری از متد items هم استفاده میکنی، باز میتونی به کلیدت دسترسی داشته باشی، حتی میتونی به ولیو دسترسی داشته باشی. ببین زمانی که آندرلاین یا آندرسکور بذاری، یعنی مقدارش رو نمیخوای، یعنی نمیخوای توی متغیری اون آیتم رو ذخیره بکنی. خب پس نتیجه اینجای ذخیره نمیشه و اینجا من میام چیکار میکنم؟ این بار اومدم گفتم کلید رو نمیخوام، مقداره رو میخوام از این آیتمز. برای من چیکار کنی؟ پرینت کنی. میاد برای شما چیکار میکنه؟ مقادیر رو این بار پرینت میکنه. پس بچه‌ها دیدین هم میتونین خود کلید رو واکشی کنین، هم میتونین ولیو رو واکشی کنین، هم میتونین با کمک کلیدتون ولیوتون رو شناسایی بکنین و هم میتونین چیکار کنین؟ آیتمتون رو داشته باشین و توی خود مقادیری که دارین از آیتمتون هم واکشی میکنین، یا جفتشون رو بیارین یعنی زوج کلید مقداری، یا صرفا کلید یا صرفا مقدار رو بیارین. دیدین که میتونین آیتم های مختلف و موارد مختلفی رو اینجا پیاده سازی بکنین و داشته باشینش. دیدین که چقدر نکات جالب و خوبی داشت و میتونین توی کد نویسی ها و برنامه نویسی هایی که قرار داشته باشین ازشون استفاده بکنین. اینم از دیکشنری. بریم سراغ آخرین نکته‌ای که قراره من توی این ویدیو بهتون بگم، بحث حلقه فور برای ست ها. ببینید
اگر که ویدیوی ست ها رو ندیدین اون هم باز بهتون توصیه میکنم که برید به ویدیوی ست ها سر بزنید، چون که اونجا کامل توضیح دادم که ست چیه و نکاتش چیه و چطور ما تعریفش میکنیم. اینجا صرفا قراره بیایم فور رو توی دیتا تایپ ست با هم دیگه بررسی کنیم. یادمونم هست که دیتا تایپ ست آن اوردره و من نمیتونم توی این دیتا تایپ از اندیز ها استفاده بکنم. به این نکته حواست باشه. خب اینجا من یک ستی دارم، یک مجموعه دارم که اومده چیکار کرده، یک سری چارت رو در نظر گرفته و توی چارت تایپ اینا رو ذخیرش کرده. میخوام پیمایش کنم ببینم که خروجیم به چه صورتی هستش، چی رو قراره برای من پرینت بکنه. ببین اگه قراره حلقه فور رو روی ست استفاده بکنی، سینتکسش دقیقا مثل حالتهای قبلیه. یعنی شما میتونی بگی چی؟ میتونی بگی برای هر ایکسی که آیتم شما میشه توی چارت تایپ که ست شما میشه، بیا چیکار کن؟ X رو پرینت بکن. ببینید بچه ها اینجا اومده برای شما تک به تک آیتم های موجود در چارت تایپ رو پرینت کرده. خب چون که آن اوردر و ترتیب توش مهم نیست، اینجا میبینی که آیتم ها رو مثلا لاین رو پرینت کرده، بعد پای رو پرینت کرده، بعد هیستوگرام پرینت کرده، بعد بار، بعد اسکتر. یعنی اون ترتیب توش مهم نیست. توی ویدیوی ست کامل گفتم که چرا، چون که ست ها کاملا شبیه مجموعه ها هستن و ترتیب داخلشون مهم نیست. حتما بهش سر بزنید اگر که ویدیوشو ندیدید. خب اینجا هم که دیدی سینتکسش کاملا مشابه حالتهای قبلیه و برای شما میاد چیکار میکنه؟ به آیتم های ستت دسترسی پیدا میکنه، شروع میکنه ستت رو پیمایش کردن و خروجی رو برای تو پرینت کردن. اما من باز هم تاکید میکنم من اینجا نمیتونم رنج تعریف بکنم و بگم خب من حالا برم با کمک اندیز هام بهش دسترسی داشته باشم و تک تک عناصرام رو واکشی بکنم. این کار رو اینجا نمیتونیم انجام بدیم، چون که اندیز نداریم برای ست ها و ست هامون مجدد اشاره میکنم که آن اوردر هستن. یه کار دیگه ای که میتونیم توی این مثال و برای این دیتا تایپ داشته باشیم اینه که خب مثلا من میام حلقه‌مو تعریف میکنم و میخوام، یعنی نیاز دارم که بیام چیکار کنم، یک شرطی رو هم چک کنم. این کار رو هم میتونین انجام بدین، مثل چیزی که اینجا هست. میگم برای هر آیتمی توی چارت تایپ میخوام یه چیزی رو برام چک بکنی، یه شرطی رو چک بکنی. این که طول اون آیتم، یعنی تعداد کاراکترهایی که درون اون آیتم وجود داره چی باشه؟ از 3 تا کاراکتر بیشتر باشه. اگر از 3 تا کاراکتر بیشتر بود برای من چیکار کن؟ اون چارت رو پرینت بکن. خب اینجا چک میکنه. بریم با هم یه پیمایش انجام بدیم. ببینید بچه ها ترتیب توش مهم نیست، پس به ترتیب ممکنه پیمایش نکنه. میاد اینجا میگه که اون آیتم هایی که بیشتر از 3 تا طولشونه، بیشتر از 3 تا کاراکتر دارن رو برگردون. یعنی باید خروجیم چی باشه؟ لاین رو باید برگردونه. بار که 3 تاست پس برش نمیگردونه. پای 3 تاست پس برش نمیگردونه. هیستوگرام بیشتر از 3 تا کاراکتر داره. ببین بیشتر از 3 تا کاراکتر داره، پس چاپش میکنه. اسکتر رو هم به همین ترتیب. اینجا داری خروجیت رو میبینی که به چه صورتی هستش. پس من اومدم از حلقه فور استفاده کردم، آیتم های ستم رو پیمایش کردم، حتی یک شرطی رو هم روش چک کردم. درست شد؟ این هم از این. اومدیم چیکار کردیم بچه ها توی این ویدیو؟ با هم دیگه یک سری مثال رو بررسی کردیم روی دیتا تایپ تاپل، دیکشنری و ست. صرفا میخواستیم بررسی بکنیم که ما میتونیم روی توالی های دیگه و دنباله های دیگه هم حلقه فورمون رو داشته باشیم و ازش استفاده بکنیم. پس اینها رو هم بررسیشون بکنین، برای خودتون مثال بزنین، مثال های مختلف رو حل بکنین تا به صورت کامل توی ذهنتون بشینه و براتون جا بیفته. خیلی خوب، به انتهای ویدیوی این جلسه رسیدیم. امیدوارم که این جلسه هم براتون مفید باشه. خیلی متشکرم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. ممنون میشم که با لایکاتون ازم حمایت بکنین. اگر این ویدیو رو مفید دونستی و فکر میکنی برای دوستات هم مفیده، خوشحال میشم که ویدیو رو باهاشون به اشتراک بذاری. اگر هم سوالی داشتی توی کامنت ها ازم بپرس، حتما سوالاتو بررسی میکنم و بهش جواب میدم. خیلی متشکرم از همراهیتون. کلی موفق باشین.